سلام دوستان، امیر زیرو پلیر هستم. خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از ماینکرافت سوروایول، اما 2 نفره. ببینیم کی اینجاست. سلام علی. امیر دون داشی بیا. اولین ویدیو 2 نفره ماست تو کانالم. بچه‌ها لایک، سابسکرایب، کامنت هم حتما بذارین که خیلی بهم کمک میکنه، خیلی بهم انرژی میده. طبق هر سریمون ماینکرافت سوروایول هستش، ولی این ماینکرافت سوروایول بدون ماده. ماینکرافت سوروایولی که خودم تکی میرفتم اون با ماد بودش، ماد د اپیک مود، نمیدونم همچین چیزی. کجا رفتی؟ بیا این سمت. آها 2 دقیقه اومدم چوب بکنم رفتی. خب لابد تو هم درست کردی. آره اینا دستم میدونم. باشه نکن. خب ولی خودتو بذار آقا. آره خوب درست کرده ها. من دارم میرم دنبال غار بگردم. یه دقیقه واسه منم یه 6 تا سنگ بردارم، 2 تامونم پیکاکس. یه لحظه لک شد. غار همین اول بسم الله. آها بیا این سمت. دقیقه دارم بسم من نمیبینی. میبینی دیگه، کور که نیستی مگر اینکه انقدر گیر کردم. کجا؟ ادو وایسا. ادو آرام بذار به من برسه. نظرم چی؟ آیرون کندی. آره تک خور زامبی داره میاد. داره زرد میکنه. نه واقعا داره میاد. بابا چرا سوختم؟ علی رو من این وسط زدم. منم این زامبی رو زدم، اومدم به این کمک کنم، این کمک نخواست. اندرمن بچه غذایی من سرم پایینه. اندرمنه داره میاد. خیلی آدم خیلی ادو اسپایدر منه چرا داره میاد سمت. ولم کن جانم از اینا پیدا کردم. چیا؟ خوب تک خود تنهای خود. علی بیا اینجا علی اسکلتون داره من میکشه. علی بچه خدایی علی اومدنی علی زغال بکن بیار. نه ول کن من پیدا با کردم. 1.5 تا قلب اومد. کلیپر داره میاد. یعنی ببین من اصلا اونقدر خوششانسم با یه دون قلب و نیم کلیپر افتاده دنبالم. شانس که داری عشق میکنی. وای مردم. تموم شد. همه چی پرید. نه نمردم. همه چی نپرید. همه چی من هست. اومدم بیرون از خب اینجا کلیپر. بابا کلیپر هنو دنبالمه. همین یه وقت نه بیرون چون خیلی کم جون داری، به خاطر اون دارم میگم. نه اگه باورت بشه 4 تا فقط جون قلب. منم آخه یه دونه نیم قلب دارم. خب من چیکار کنم؟ خب چیکار کنم الان؟ میگم نمیاد کنم، به خاطر اون دارم میگم. من درو بستم در رو اینجا رو. ببین دارم میام. اسم اینجا رو یادم رفته. اینجا خیلی خوبه. من دارم میام. وایس علی اینجا اکسلن دایموند پیدا میشه. نه آیرون بیا دیدی؟ بابا آزونا پیدا کردی؟ بله 2 ساعته اسمشو یادم رفته. ادم من نیم قلب دارم، درو واکن. بابا اونجا چوب گذاشتم بکن. بابا امیر کلیپری مردم. بیا دیگه اینجا رو مگه نمیشناسی؟ نه شاید باورت نشه.
من خودم هم گم کردم بود. آیرون ها رو نصف میکنیم نترس. اصلا نمیتونم برسم که نصفم کنیم. چند تا آیرون دارم؟ 13 تا. همین پایین بود. این میتونه بیای بیرون ببینید اگه پیدا کردم 100%. اسپان نشده. خیلی مراقبت میکنم و اینجا قرار چوخ بدم. کلیپر کسافت نه یا یه بار کشت منو بس. وای نه ترکید صداشو شنیدم من. اده امیر ها اومدم فقط چیزه بوده دیگه. میتونی بیای این چه خریه. افتادم طبقه پایین. وقتی با یه نوب دارم پله میرم. اوه آلبالوی طلایی 6 تا. آلبالوی طلایی بله. 100% آلبالوی طلایی. ببین دستم ترکید بره. منم آیرون پیدا کردی؟ بکن چلا بگید بگو پیش تو رو خدا. پیش منه. آخیش چه عجب کلیپر اومد پیش من نبود. وای کریپر بغل من داشت میترکید. دوباره آیرون. حاجی من کجا اومدم؟ من معدن آیرون پیدا کردم. نگاه الان 6 تا آیرون بود. آیرون چقدر زیاد. 7 آیرون 14 چیزم پیدا میشه. 15 ردستون پیدا کردم. 18 20 21 واه یه جا چقدر زیاده. امیر میدونی الان من دارم اسمتون 22 یه جای 23 24 لپیز. جدا آره لپیز پیدا کردم. من ردستون پیدا کردم. حاجی کریپر بیاد اینجا بغلم دیگه تمومه. من پرجونم. میدونی 24 تا آیرون دارم. اما این میشه یه دقیقه تکون نخوری بیام پیدا کنم. کجایی؟ بابا تو خیلی دوری بابا. خب بریم بغل هم دیگه فکر کنم کافی باشه. نمیدونم برم طبقه پایین یا نه. یا پایین. کجایی تو؟ من پایین. پایینی آره علی پایینه. واسه منم برم پایین. بارو برداریم. بار ردستون و آلبالوی طلا. یه سری چیزای پدر نخوره. ده آیرون ها رو نتره کن جون مادر. تو بکن بابا من میدونی اینجا چقدر وسیله پیدا کردم. بابا این اسکو این طرف هم اینجایی که بستی. وایسا بابا بیا دیگه نمیخورنت که. سلام از اینو بکن. اومدی بغلم؟ باش من خیلی وسیله دارم. از من چیز محافظت کنه تو رو خورم. من تورچ دارم. منم دارم 22 تا. اون ورا رو نگشته. زامبی داره میاد. آیرون اینجا آیرون رو ول کرده رفته. من میکنم دیگه. از بغلش رد شد حالا. سقفش هم بود علی. اینجا هم آیرون هست. وای من مردم. یو اول من نیم قلبم. مردی. و سلام بردار. داشت
علی هم مرد. وای وسایلمون رو برداشتن. تا زامبی اومد. خب من چیکار میکردم؟ بابا دنبال تو بودم بابا، تو کشوندی اینجا. من آیرون میدم. منم آیرون کشیدم اینجا. از کجا بریم اونجا؟ واسه بیا این هست. این هست از این دفعه کنم باید بریم اونجا. آره اینو من گذاشته بودم. فقط حالا برسیم به اونجا. آیا والفاش یکم لایکشی. من که لایکشی کردم. نه فقط یه چیزی که هستش اینجا نیست. اینجا نیست بابا، اصلا اشتباه آمدی علی. آره. آره بابا اصلا این بر نبود. پشتمی. آره تقریبا رسیدم به. فکر کنم من پیدا کردم. نه اینجا نیست. اینجا هیچی نیست. خب برمیگردیم اینجا. اوه فکر کنم من فهمیدم کدوم بره. اندرمن بابا، اندرمن رو من کجای دلم بذارم. اسکلتون. پشتش دارم میام. بیا 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 بیا، فقط نمیر. دارم میمیرم. امیر شاید باور نشه ولی من یه چیز خوب داشتم. تو شاید نمیمردیم. خب میدادی دیگه، عجب خری هستی. من پیدا کردم. خب آخه اسپان شدی؟ فکر کنم اسپان ببینی. من نمیبینم. اومدم بالا که ببینی. همونجا که اسپان شدم نیستم ها. اومدم این برتر یکم. یه دقیقه برگردم اونجا. اگه زامبی ها بدارن میام. اصلا من چوب بکنم تا تو بیای. من پیدا کردم. موندی تو پیدا کردی. خب بیا. فقط خیلی کریپر هستا. اینجا من وقتی همین برای یه بارم نمارده بودم کریپر منو خوش. وای کسی پشتت هست؟ نه بابا عجب خری هستی، نگاه کن. خب اینا رو هم درست کنیم. وای من دارم دوباره میبینم. من مردم دوباره. اصلا خری هستی ها. دوباره کسی اینو بهت گفته بود؟ بابا من یه دونه مگه گوسفند اونجا بودش نمیمردیم دوباره از اینجا بیاییم. حال کردی چی گفت؟ من اگه دوتا گوسفند اونجا داشتیم، یه دونه گوسفند دیگه از اونجا که من اون دوتا رو کشتم بودش الان زنده بودیم همونجا. باشه به خودت فشار نیار. باشه ما قبولت داریم. با 2.5 قلب من دارم در میرم. خب بریم یه زمین دیگه. نه اینجا وای خیلی نمیرسه. خب من قصر در رفتم خوشبختانه. علی یه جا برای خودت درست کن. یه جا اینجوری برای خودت درست کن اونجا زنده بتونی بمونی. خب من 2 تا شمشیر درست کردم اگه اومدی. خب منم مردم. خب تا فشارهای متوالی نخوردیم من این ویدیو رو ببندم. امیدواریم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت ساب یادتون نره تا یه ویدیو دیگه. خدافظ.